هم زیاد است، اما دوستان عزیز ارزش هزار شمای مسجد ببینین این چقدر زیبا جور شد. ما و شما چندین بار در مرحله ساخت از این قسمت آمدیم و دیدیم میره چقدر زیبایی را ساختن، چقدر بزرگ است و چقدر مقبول و عالی هست. ببینید تو ممتاز هرات چه رستورانته که چه نماگه که داره و چقدر زیبا هست دوستا. ببینید چقدر مقبول است بخشای شهر کابل دوستان عزیز. جدا از همه چیز و دور از همه چیز واقعا بخشای شهر کابل بهاری هستن دیگه. اون روبروی هم دوستان عزیز دروازه پوهنتون کابل است و جاده هم جاده ابو ریحان البیرونی. اون پوهنتون کابل از دوستان عزیز در تصویر می‌بینید. ساختمان هم ساختمان های پوهنتون کابل از دوستان عزیز. خاطراتتان بر ما در سلام دوستان عزیز، چطور هستین؟ انشالله که خوب صحتمند باشین. بیاین این بار از این بغلک سرک میریم، صدای جنراتور هم زیاد است، اما دوستان عزیز ارزش هزار شمای مسجد ببینین این چقدر زیبا جور شد. ما و شما چندین بار در مرحله ساخت از این قسمت آمدیم و دیدیم میره چقدر زیبایی را ساختن، چقدر بزرگ است و چقدر مقبول و عالی هست. ببینین واه واه، کلن از بیرونش از سنگ ساخته شده. سنگ ساخته نشده، خب منظوری است که سنگ پوش شده، رویش دیگه سنگ پوشیده شده و داخلش هم رنگکش گلابی رقم است و بسیار زیبا و مقبول معلوم میشه. دوستان عزیز ما هم تو سلو میریم به طرف جاده پوهنتون شهر کابل، سرای غزنی. محلات دوستان عزیز این طرف سرک مربوط کارته چهارم شهر کابل میشه و اون طرف سرک مربوط سرای غزنی. دیگه دوستان عزیز کارته 4 دو راه داره که از راه کارته 3 از راه خود گل سرخ و یک راه هم از طرف سرک عمومی که از سرای غزنی هم تو میره که از اردوش ببردم ویدیو گزارش تهیه کردیم، در کانال نشر شده، میتونین بیننده باشین. یه هتل از دوستان عزیز، هتل و رستورانت است، رستورانت ممتاز هرات. چه رستورانته که چه نماگه که داره و چقدر زیبا هست دوستا. ببینید چقدر مقبول است بخشای شهر کابل دوستان عزیز. جدا از همه چیز و دور از همه چیز واقعا بخشای شهر کابل نام نداره دوستان عزیز. واقعا زیباییشو ازش میارزه. این طرف هم دوستان عزیز مجموعه چی هست، ورزشی نیک پرو هست، گیمزون سافتویر و دیگه چیزا. سابقش فورکشاپ هم بود که یک سافتویر شاپ بود، حال نقل مکان کردم چهارراهی گل سرخ رفته. دیگه ای هم دوستان عزیز همون چهارراهی که براتون گفتم رو برویش میرسه به پوهنتون کابل که ما همون طرف میریم. طرف دست راست میره به طرف کارته 4 سرک عمومی کارته 4 و دست چپ هم میره به طرف سرای غزنی. از طرف هم کاملیم دیگه از گل سرخ. دوستان عزیز یک بخشک زیبا و مقبول شهر کابل است این بخشا. این دوستان عزیز سرک عمومی کارته 4 هست. کانون ساختمان های بلند دیگه چیزایش میبینید از اینجا مشهود است. و این طرف هم سرای غزنی دوستان عزیز که در تصویر میبینید، روبروی هم جاده کابل. خوب دوستان عزیز یک زرگک و پیش آمدیم چون این سرک یک ذره طولانی هست و همچنان سرک خشک است. منظور از خشک یعنی چی؟ قدر چیز دیدنی نداره دیگه. ما تو پیش آمدیم کم کم ویدیو رو از روی قطع کردیم، اینجا شروع میکنیم.
دوستان عزیز، این موانع ها رو که میبینین تازه ساخته شده، یک ماه شاید شوه یا کمتر یا زیادتر، اما پیش از اونا نبودن. یه طرف هم دوستان عزیز انستیتوت زراعت و پروسس مواد غذایی شهر کابل است. اون طرفش هم ریاست نتایج شهادتنامه هاست. یک دروازه‌اش اون طرف بود، نمیفهم که دروازه بسته شده ای باز شده یا که هر دوش باز است. دیگه کسایی که میخواین مهر سنگی بزنن تا به وزارت خارجه و بقیه چیزا کلش شهادتنامه گپوش دوستان عزیز همیشه میشه و همیشه حل میشه. این بخش دوستان عزیز کلا بخشای آموزشی دولتی شهر کابل است. مثلا دمیجا دو سه لیسه دولتی هست، در این بخش اون طرف لیسه قاضی هست، این طرف لیسه لیسنا اول لیسنا فکر کنم اگه اشتباه نکنم هست، اشپه البته این طرف ریاست معرف است، روبروی پاهنتون کابل است. دیگه این دور بر ساحات اداری دولتی البته تمامش تحصیلی و تعلیمی هستند که بزرگترینش دیگه میرسه به اون پاهنتون کابل که پهلویش باز وزارت تحصیلات است و پهلوی از او که باز یک ساختمان بسیار زیبا و خاص هم داره انستیتوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی فکر کنم هست یا که همون تحصیل اسمش درست دوستان از یاد من نیست که باز در کامنت ها نگوین که چی هست یا چی نه. شما بگوین در کامنت ها که در پهلوی وزارت تحصیلات عالی کدام نهاد است. البته در دست از این طرف که بریم در دست چپش دیگه او طرفش، یعنی از اینجا دوستا بسیار خاطره دارن محصلین، البته محصلین گرامی ما زیادتر از این کراچی ها، از این برگر و بولانی و فلافل ها. این طرف هم این دوستان از مثلا لیسه تجربه‌ای سید جمال الدین افغان هست که در تصویر میبینین. این طرف هم همون چیزایی که گفتم برای چیزا زیادترش نیستن دوستان عزیز، به خاطر که پانتونا رخصت از زمستان است، امتحانات خلاص، امتحانات فاینال سمستر دیگه، سمستر خزانی تمام شد و سمستر منتظر سمستر بهاری هستن دیگه. این روبروی هم دوستان عزیز دروازه پانتون کابل است و این جاده هم جاده ابوریحان البیرونی. اون پانتون کابل از دوستان عزیز در تصویر می‌بینید. ساختمان های پانتون کابل از دوستان عزیز. خاطراتتان بر ما در کامنت ها بنویسین از پانتون کابل، از دوره محصلیتان در کدام پانتون درس خواندین، پانتون دولتی بوده یا شخصی. چون افغانستان نفوذش دیگه دوستان عزیز یا سلسله کارایش بگوییم چه قسم براتون بگوییم، یعنی گنجایش گیره نداره که همه محصلین در پانتون کابل بیاین دیگه. هر صنف تقریبا 65 الی 70 نفر مکسیموم یا زیادترینش گنجایش داره و شاگرد دیگه بقیه بالاتر از او قبول نمیشه. او هم دیگه امتحان کانکور است و نمرات و درس خواندن بسیار زیاد. باز بقیه فیصدی دیگه در پانتونای شخصی درس میخوانن. با پانتونای شخصی بسیار خوبم داریم، مثل دنیا، مثل رنا، مثل کاردان، کاتب. پانتونای شخصی دیگه دوستان عزیز زیاد از زاول، استقامت که زیادترشون مؤسسه بود در همین امسال ارتقا کردن به پانتون. این دوستان عزیز از پانتون بزرگ کابل. البته دوستان عزیز در کابل دو پانتون دولتی دیگه موجود داره که پانتون پلی‌تکنیک هست و پانتون تعلیم و تربیه که یکیش در کارته مامورین و دیگه شون در سرک افشار موقعیت دارن. حدوداً دیگه پهلو در پهلو هستن. خوب دوستان عزیز، امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشد، ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنین سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همه ایتونه به الله متعال پاک و بی‌نیاز می سپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه ایتان